قاری بودن از اسلام با خبر بودن نیست. آدم وقتی که قرآن را همیشه رویکی از یاد کرد، حفظ کرد و نمیدوند که در داخلش چی میگوید. من به نزدیکی بود با 6-7 قاری نشستگی بودم، قاری دخترک ها، حتی یعنی کمترین چیز از داخل قرآن خبر ندارن. یعنی قاری بودن این عالم بودن نیست. و یا قرآن را حفظ کرد و انسان زمانی به حفظ قرآن ثواب میگیرد که عمل کننده باشد، در داخل اون قرآن چی هست اون را بداند. هر یک قاری را شما گرفته و قاری است همه چیز را میداند، گفته نمیتوانید. این فکر خطا است. از قاری هایی که از داخل قرآن با خبرند، آیت ها، حتی قاری های سبحان الله هستند. میگی سوره نور درباره چی گپ میزند؟ یعنی حتی یک معلومات کوتاه داده نمیتوانند. سوره مثلا بقره در داخلش کدام موضوع ها هست، هیچ معلومات داده نمیتواند. و اینها گفته نمیتوانید که قاری است و همه چیز را میداند. قاری چیزی دیگر است، با علم بودن و با سواد بودن چیزی دیگر است.